اینجا یک اپاشکای اینو قبول بکنیم. خب سلام علیکم. سلام علیکم. چه خیلی سوزن تنجن سلامتان خوب. تشکر. من حاضر وجود داونا من شماره همین میکنم چه میگد نگاه کرده همین کرده میروم پستی نه حاضر من زمید که دستم که اشکتون هسته اشکه شما همین که تمام آقا جون، من آماده ای گوش کردن اشیبکمو بیو. گو یک لحظه گوش کنید یک لحظه اشکه شما همین که آدمی امنیت کتی مبارز شما جدا کرده تونین آدمی مبارز حق گپ میزند آدم امنیت جنگ میاندازد یک دیگر مخالفا را میلش خود گروه 24 باشد خود حزب نهضت باشد پیمان ملی باشد ما یک دشمن داریم دیگه نه ما همه یک مقصد که برآمدیم یک دیگر جنگ انداختن نه امام الرحمن 30 سال دراز ما را همین جدا انداخته آمد حاضر همینم رفته است ما جمع شده نتونستیم ما کار کنیم که همه مبارزا گروه 24 هم پیمان ملی هم حزب نهضت هم دیگرای هم یک قیمه بیایید همجمع شویم یک تا شویم یک تنی یک سر همین ممنت ماندگوها مردم طرف ما می شود مردم که طرف ما گذشت پیروزی دستی که دستی موده می شود همین چیزا کم ترک چیم جدا انداختن گروه بست نگویتون در کار نیست اوجی بسای که از آن من یگان چی کردگی باشد این هست دیده ایستاده است این خودش میداند من گینه قدرت ندارم برای چی؟ برای آن که من برای ملتم گفته خستم یا نباشد یک تش مرا جنگ کده یک نباشد پستوید کده یک آنچه کده کد است من عقیب پرتفتم در نظر عقیب پرتفتم من پیش من دیدن میخواهم عقیب نگاه کردن نمیخواهم اوجی بسای من یک شپلاق زد گفته من اینا قصد گیرم یا نباشه یگان کار کرده قصد گیرم ما قصد میکنیم یگان منفیت خدا ما را گفته ما این ره برآمدگی باشیم لشگون داشتن در کره ما این ره به همه چیز گردن گرفته سر گرفته ما این ره برآمدیم ما یک کاری کنیم که همه درد علم های خدا ما را یک طرح برده ما همجمع شویم بیایتون حرکت کنیم فرق ندارد اینجا عمود می شود نباشد حزب نهضت بیایید یک جای شویم برای چی نه حرکت کنیم یک قدم پرتای مخی برای چی ما یک قدم پرتافته مردم 1000 قدم می پرتد طرف ما ده بیایید همجمع شویم مردم همجمع شویم مخی برای تا کی ترقاق میشیم ما ترقاق که شدیم کی میبرد امنیت کتی امام علی رحمان رستم گنگلک میبرد آزاده میبرد برای همون بیایتن همجمع شویم خیلی بهتر میشود من خرسند میشم برای چه برای اون که مقصد من تاجیکستان رفتن امام الرحمن وطن مرا فروخت است خودش 10 سال پیش والله علم الی 15 سال پیش گفتگی بود که دولت پارچه می شود خودش گفتگی ملت نیست می شود گفتگی بود نمیاک داده بود خودش دولت پارچه کرده فروخته است ملت نیست که دوست کشته هر طرف مخاجر کرده بیایتان خودش گفتگی بیایتان ما همجمع شویم چقدر سپیچکه در کار می شود ماده سپیچکه در کار نیست تا که سپیچکه گفته میشینیم تا که در کار نیست ماده سپیچکه ما مخالفا همه خدا ما سپیچکه قدم پرتافتنی ما سپیچکه می شود همجمع شدنی ما سپیچکه می شود ما دست مخالفا با نگاهیتن یک دیگر رو چیکار کده پرتایم التماس ما خواهش میکنم از برای کی از برای خدا ما را اغلام خلاص کردن خدا ما را خلاص کنیم مردم خلاص کرده میتونم خدا ما اغلام را حرکت نکنیم خلاص نکرده ما را کی خلاص میکند
اروپا می یا امریکا می یا روسیه می هیچ کس نمیکند. ما خدا ما کردنیم در کار. من خواهش میکنم از شما، من یگان کس، من کاربردان باشدم، امنیت باشدم، نباشد چی میگد دیگرش باشدم، ایویده باشدم، پرکراتورا باشدم، شستم فرق ندارد. بیایتان همجم شویم. پگه فرد امام الحیکو خوی میخورد میگریزد، همه تان میمونید، همه تان همین دست مردم میمونید، در کار نیست. بیایتان همجم شویم، یک دیگر باور کردن یاد گیریم. تاجیک نفروشد، تاجیک نکشد. تاجیک دستش گرفته، یک دیگر پدش کرده، یک دیگر باور کردن یاد گیریم. گپ من ناتوری باشد بخششه. نه 100% درست میگوید، یگان مشکلی نیست. 100% درست قید کرده که باید ما یکجا باشیم، در دست جمعانگی همگی ما میتونیم که یگان کار بکنیم. غیر این صورت مثال ازی فتنگرها زیاد در بین مخالفا شدگیان میبرویند، نمیتونم میان اشروف یگان چی میگن یا که محمد اقبال برادر عزیز همین ها بودن که من آمدم، همین نتیجه مبارزه همین برادرایی که امروز در میدان مبارزه من هستم. شما تماشا بکنید که چند نفرها کمن که واقعا مبارز میشوند، در بگیم که میبرویند با مردم صحبت میکنن. این خیلی انسان ها کمن، باور کنید. این انسان ها گپ زدن، این همیقه انسان ها وقتشو صرف کردن که این خیلی من پیدا بشود، یا که با مثل اپا با چهره میبرویند. او آدمی که با چهره صحبت میکنه کار باری او انسان دیگه است. باور کنید ما آدمایی که به چهره ما شما یگان چی نمیگیم، نه که دعوت ما هم همینه که باید ما یک کار بکنیم که یگان کار بکنیم، خیلی که هممون بیاین در فیروک صحبت بکنیم یگان کار نکنیم. هدف این است که به چهره هامون باید یک قدم پیشتر بروند. من اما گفته شدم که هر یک شهر نویورک چند نفری با من جمع بشه، انشاءالله که من همین میدان یوتیوب همه پرتامون نگرام میرم. باور کنید اگر با یگان میدان دیگر بیاوم که در اون میدان مبارزه میبرم، به خدا قسمه که من همون نفری هستم که میخوام یکم وارد تاجیکستان بشم. ولی نفرها اینجا زیادن که بگم که گپا زیادن که من میگن که تو نمیدونم خودکشی میکنی یا که نمیدونم یگان چی. نه برادر عزیز، باید انسان ها برای آزادی به دست آوردن تک راست نیست. یک از زندانی دادم، یک از نمیکشم، من میمیرم، یک کسی دیگه بعد میاد توی آزادی که ما آرزوش داریم، بعد بگیم فرزندهای ما میآیند بگیم که بعد آزاد زندگی میکنن. لوبای انسانی که در میدانهای سیاست هسته قریب 90%ش آرزوهاشو به خاک میبره. هر کس نمیتونه موفق شده. به همین خاطره که ما آرزو مینیم، نیت مینیم، رفتن میخوایم سرجم بکنیم که میخوایم که در تاجیکستان جای کار باشه، تاجیکستان سفید باشه، نمیدونم این مشکلی هایی که در روسیه نه چیزا برداشته بشون. لااقل ما نتونستیم در تاجیکستان یک جای کار پیدا بکنیم، لااقل هم کاری بکنیم قطعی نایبین ببریم، یک کاری بکنیم که مردم ما تحقیر نشود، لقب نشود در دری روسیه. این هیچ چیز آرزوی ما. تشکر زیاد اپای جراز، خدا نگهبانت. رحمت. خوش آمده. آماد باشید. رحمت. خب برادران گرامی قدر، اینا انشالله که دارن مردمی بچهره رم، مردمی که بگیم به چهره هم امروز دارن قطعی ما